پایان یک دستفروش. اول خودم رو نجات دادم. مرگ امیرحسین فتانت نیم قرن پس از توطئه رو بودن شاهزاده ایرانی. گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم. از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی. اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم چه کردم. داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمد رضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352 5 سال پیش از انقلاب 57 در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمد رضا شاه پهلوی بر اریکه سلطنت محکمتر از همیشه، یکی از دراماتیک ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم خورد. حالا برای امپریالیسم دلالی میکنن، بورژوا کمپرادور. دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه‌ای شکست خورده که برخی چپ‌ها مدعی‌اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی می‌دانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراری است. امیرحسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. او 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد در قامت یک عضو چریک‌های فدایی خلق. اومدیم این هواپیما رو بدوزیم، بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که رفیقی که به من گفته این حرف رو اصلا خودش بازیچه ساواک بوده. میدونی یعنی اصلا مهندس صاف افتاد تو تور ساواک. فتانت اما در بازگشت از زندان به ساواک برای همکاری چراغ سبز نشان داده بود. زمانی که در یک نقشه خرابکارانه قرار بود تعدادی از مخالفان حکومت شاه در جریان جشنواره سینمای کودک، ولیعهد و یا فرح پهلوی را گروگان بگیرند و در ازایش تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کنند. 9 سال پیش او در کتاب یک فنجان چای بی‌موقع نقش خودش را در یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی ایران بازگو کرد. ماجرایی که در روایت او از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد. وقتی که من به من گفت قرار دو ماه دیگه ولیعهد رو تو اون بگیرم بکشن اینا، من اصلا شک نکردم میخوام اینا این از همه بچگانه بودم. من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. بودم که من چیزی رو هم تو زندان. من هیچ وقت دیگه با روشنفکرها هیچ کار نمیکنم. فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمیدونسته که این امیر فتانت عامل ساواک است، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان چریکا میشناستش. او با آرمان، یکی از بازجوهای مشهور ساواک شیراز که سال 58 اعدام شد، تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیرحسین فتانت، ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت. عبی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مملکت اومده اینجا قرار برای که 22 سالمه قرار بذاره. از این معنی نداره. من اونجا فهمیدم اینا میخوام منو بکشن. چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد. امیرحسین فتانت میگوید که ساواک قصد کشتن منم داشته در موارد اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. ساواک حفظش میکنه. چون این پرونده احتمال به 2 نفر کشته داشت. با 1 نفر کشته این پرونده جدی تلقی نمیشد. در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52 خسرو گل سرخی در زندان بود. همسرش عاطفه گرگین هم. آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شدند. خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد. گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم. شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواین منو با اینها دادگاهی کنید؟ پخش زنده دادگاه خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گل سرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت: سخنم را با گفته‌ای از مولا حسین شهید بزرگ خلق‌های خاورمیانه آغاز می‌کنم. دی ماه سال 52
خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می‌نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت. 2 نفر فقط میرسن، ثابتی و فرامرز سربازو دادرس. این 2 نفر چرا؟ چون بعد از این قضیه هم دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری. بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و بخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه ضربه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد. اون موقع تا قبل از این دادگاه مسائل سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این بر میکشتن، اونا از اون شکنجه میکردن. ببینید مردم اصلا نمیشه چه خبری تو مملکت. پرویز ثابتی در کتاب در دامگاه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشاره‌ای به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تاکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملاً همکار ساواک بود. و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده. 1 هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گل سرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای ماندن نیست. من بعد از انقلاب بود، 1 هفته 2 هفته بعد از انقلاب اومدم میدونم پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرفم دیگه. از خودم با کمونیست بودم، من با اینا بزرگ شده بودم. اما او چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیم آنکه به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تحویل داد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار ساواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن گفت. من یک گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم. منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست داده بودم. به هر حال چند ماه زندان و بعد آزادی دستمزد کسی بود که مشخص شد روشنفکران را لو میداد، نه نیروهای مذهبی. فتانت چندی بعد به کلمبیا رفت و در سفارت جمهوری اسلامی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. همزمان او 2 کتاب گزارش یک آدمربایی به خاطرات روسپیان سودازده من از گابریل گارسیا مارکز را ترجمه کرد که این دومی پس از انتشار در ایران با ترجمه دیگر توقیف شد. او 16 اردیبهشت ماه در حالی درگذشت که در تمام این سالها در معرض قضاوت افکار عمومی با خودش درگیر بود. اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم چه کردم. چطور ممکنه یه آدمی چنین کاری رو بکنه و خودش هم باید بیاد بگه آره من کردم و خوبم کردم دفاعم بکنه، چون کرامت دانشیان بهش خیلی مطمئن بوده. امیرحسین فتانت 5 سال پیش یادداشتی در ستایش یهودا نوشت و گفت جواب این سوال را که چرا یهودا خیانت کرد فقط 2 نفر می‌دانند: یهودا و مسیح. مجتبی پورمحسن، لندن.